سلام و درود دوستای عزیز. امروز هم 11 اسد 1405 امادم ده بیتقول و شمشیرسنگ و سرقول و چلمقول. ای کاش مردم آزره دست به دست هم میدادن، یک پروژه آبرسانی جور میکرد، یک کمک میکرد بخش مردم ها. اکثر مردم ها را که آدم واقعا در جاهای ما منگرنه از بیاوی و از خشکسالی کش نندره. منطقه خیلن از زادگاه خیلن به اساس مجبوره که لمنن یک چای استاندارد صحی زدش نده این منطقه. کسایی که همزی منطقه هستن خیلی یاد خارجن، اگر واقعا همکاری کنن بیتنن ده اینجا یک چای صحی درست کنن. اون فعلا دمی چلمقال هم مسجد چلمقاله تا مردم مجبور نشنه که مهاجر شنه، مردم مجبور نشنه که مسافر شنه و بیتنن همینجا خود حفظ کنه، یک دو روز خود تیر کنن. خیلی بدبختی ها رو میکشه. یک ویدیویی که دیدم واقعا مهاجرت که دادن در نیمروز در او شرایط بد. امزی مردم ها دیگه که دنبال یک لقمه نانن، دنبال از این یک دو روز بیشتر فامیل چه زنده بمون از گرسنگی از بین نره. کاش که یک انجمنی ساختهش نه، یک بنیاد ساختهش نه که واقعا بتونه بخشه مردم های دوردست و دور افتاده یک خدمت کنه. دیگه باز ما مردم دیگه دمی کومندیدو و دمی بخش خیلی پست کده و چیزا بسیار مهارت داره دیگه، ولی زیر کومند بسیار کومند دیدار یک چره نرقم نن این چره و نرقم نن، ولی هیچ زمان خودگون از ما اقدام نمونیم متاسفانه. باز خب امروز هم آمادم واقعا آدم هم دشواری و بدبختی های مردم از آریخ را که منگرنه ده چی بدبختی و ده چی مشکلات زندگی نه بغض میگرد دل آدم را که یک جای گوشه بره خب جیغ ده گریه کو تا دیگر رقم درد کنده پیدا نمونه. کاش که مردم یک اتحاد داشته شه، بیتنه منطقه حفظ کنه، حریم منطقه را حفظ کنن و موت یک همکاری کنن. حداقل یک چای آشامیدنی زدش نه. چشمه را که در اینجا دیدین 5 خانه و نموزو چشمه در نوبت آو مخرن. ما رفتیم، زنا رفتن طرف خانه در نوبت بشکای خورده دادن، بشکره آو پرم کردن. یعنی خوردن در این شرایط باشه دیگه واقعا زندگی سخته. تنها آو پیدا کده خود دنبال نان بگرده، دنبال آو بگرده، دنبال چی. اگر واقعا یک چایی که در 25 متر آو بیده، یک نل کشش نه، دیگهش نه، استاندارد جورش نه، هر کس توانچه داره. ولی متاسفانه بسیار نظرهای خوب میدیم، بسیار متفکری، ولی جنبه عملی نداریم متاسفانه که یک نفر بالش نه، یک اقدام کنه، یک جنبه عملی داشته شیم. باز هم بگذاریم اموتیم رو شوقی مادم طرف قولای علم بلخصان که از جمله چند دو سه آقیل هم مربوطی علم بلخصان میشه. هم بیتقول چی تقریبا یک 10-12 خانه، هم شمشیرسنگ یک 10-12 خانه، هم سرقول یک 5-6 خانه. البته 10-12 خانه 5-6 خانهش داخلش نفر دیگرایش از خشکسالی ترک کد رفتن و هم چلمقول یک 5 خانه ماندن، یک تعداد ترک کد رفتن. کل کم کم مجبورن که از بیاوی دیگه. امسال هم تازه یک ذره خوبتر و ولی سالهای قبل ما نمیدونم که اینجا چی وضعیت بوده شه. واقعا سخته. کسایی بیتنن همکاری کنن، یعنی بزینج باین از خود ما شروع کنیم دیگه. هیچ زمان ها هیچ کس دیگه هم در منطقه از مراباد نمونه. بیشتر از دیگه ناراحت نمونم. شمارم موفق و پیروز باشن.
ما آره